حضرت صادق فرمودن که انی انظر، انگار میبینم دوران قربت و غیبت مهدی را 3 امر باعث شده. هیئتیایی که میگن چه کار کنیم، اونایی که دغدغه برای خدمت امام زمان دارن، حضرت فرمودن اشک من، ناله من برای 3 امر بوده: 1 قربت بی‌نظیر مهدی فاطمه، 2 غیبت طولانی مهدی فاطمه و 3 ارتداد اکثر قائلین به امامت مهدی فاطمه. دنیا میخواید، آخرت میخواید، پول میخواید، معنویت میخواید، توفیق نماز شب میخواید، هر چه میخواهید تو یک شاه کلید اللهم عجل ولیک الفرج هستش و دستور مستقیم فرمانده عوالم جهان مهدی فاطمه در اون توقیه است: و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. دستور امام زمان نباید رو زمین بمانه.